ما الکی قید کرده بودیم که نیست یگان بیماری که بر آن دوا وجود نداشته باشد و آنی که این را میداند آگاه است و نمیداند آنی که این را نمیداند. در حدیث ها و حتی در قرآن نیز آمده که بعضی از آشامیدنی ها برای انسان شفا میبخشند. خداوند در قرآن از عسل میگوید که آن در سوره نحل آیت 69 آمده است و به شبهه عسل این یکی از بهترین چیزهایی است که برای مستحکم نمودن ایمونیتت انسان تأثیر میرساند. اگر آدم هر سحر یک لاشکچه عسل پیش از خوراک خوردن خورد، انشاءالله با خواست خداوند از آن بیماری که او را فرا گرفته است شفا خواهد یافت و از آن میکروب ها و باکتری هایی که بر ارگانیسم او وارد می شوند امین خواهد ماند. البته که با خواست خداوند. در حدیث سعد ابن ابی وقاص آمده که اگر هر نفر سحر با 7 خرمای صفت العجوه که از مدینه است نانشته کند، آن روز به این شخص یگان زهر و یا سحر و جادو ضرر رسانیده نمیتواند. یعنی که اگر هر سحر 7 دانه خرمای العجوه که در مدینه میروید از همان هر سحر نانشته کند، یعنی که بخورد، آن روز یگان زهر و یا سحر و جادو برو ضرر رسانیده نمیتواند. از همین سبب سبحانه کردن با 7 خرما نیز یکی از راه‌های شفا یافتن و امین ماندن از بیماری ها است، البته که با خواست خداوند. همچنین در 2 حدیث صحیح از عایشه رضی الله عنها آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سیاه دانه غیر از مرگ دیگر برای همه بیماری ها دوا است و این سیاه دانه را هر کس میتواند که 7 دانه یا این که 21 دانه یا این که از این زیاد به همین نزدیکتر به همین مقدارها هر سحر بخواید و بخورد یا این که روغنی آن را با یک لاشکچه هر سحر استعمال کند و انشاءالله از بسیار بیماری ها شفا خواهد یافت و از بسیار بیماری های دیگر امین خواهد ماند. و باز همچنین آن داروهایی که برای بیماری های گوناگون از طرف طبیبان توصیه می شوند، آنها نیز با خواست خداوند می توانند سبب شفا یافتن و امین ماندن از بیماری ها گردند. از همه اساس برای اجرا شدن این همه گفته های بالا انسان باید پیش از همه علاقه خیش را با پروردگارش اصلاح کند، یعنی که یاد الله را باز هم بیشتر کند، نمازها را در وقتش ادا نماید و در دعاهای خود از خداوند شفا طلبد. انشاءالله وقتی همه این را در یک جایگی عملی کرد، با خواست خداوند از همه بیماری ها امین خواهد ماند.